ورزش همچنین فرصتی عالی برای کاهش استرس و تقویت روحیه تیمی و همکاریه. چه در باشگاه، چه در فضای باز، ورزش میتونه به ما کمک کنه تا زندگی سالمتر و پر انرژی تری داشته باشیم. در این قسمت از برنامه دعوت میکنیم صحبت کارشناس برنامه رو بشنوید. به نام خدا، عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. من دکتر مجتبی وجودی، دکترای تربیت بدنی و متخصص علم تمرین در خدمتتون هستم. یکی از فاکتورهای مهمی که با افزایش سن در هر سال شاهد افت اون هستیم تعادل هستش که ضعف اون میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری رو به ما وارد کنه. تعادل به زبان ساده هنر حفظ وزن بدن در مقابل نیروی جاذبه هستش که بینایی و گوش میانی گیرنده‌های عمقی پوست و مفاصل در تعادل ما نقش بسزایی دارن.